این نمای کتابخانه مرکزی پانتون کابل در دوران جمهوریت است، جایی که دانشجویان با شور اشتیاق برای مطالعه ولی مشکلات درسیشان می آمدند، تا جایی که بعضا تعداد دانشجویان در این کتابخانه بیشتر از گنجایشان می شد. اما حالا مراجعه دانشجویان به این کتابخانه کاهش چشمگیری داشته و تعداد انگشت شماری از دانشجویان در این کتابخانه به مشاهده می رسد. حبیب الله لمر مسئول این کتابخانه دلیل این کاهش را عدم حضور محصلان اوناس می داند. متاسفانه که نسبت به روزها یا سالهای قبل تعدادشان کمتر شده و دلیلش هم است که ما محصلین ذکور فعلا داریم و اوناس نداریم. اما محصلان عامل‌های دیگری را نیز سبب کمرنگ شدن مراجعه به کتابخانه می دانند. دغدغه‌های زندگی در کشور متاسفانه تمرکز یا فکر محصلان بر هم زده. ناس محل انگیزه هم موجود نده. مگ نشکاره. همچنان کم علاقه شدیم به کتابخانه. در سالهای گذشته چندین بار در هفته می توانستم برم به کتابخانه. استادان پانتون کابل نقش کتابخانه را در ترقی جامعه اساسی دانسته و فرهنگسازی برای کتابخانه توسط خانواده، مکتب، پانتون و دولت را محرک جوانان برای رویاوری به کتابخانه می دانند. اگر شما به تاریخ چاپ و نشر نظر پرتین، بشر وقت زندگیش دگرگون شد، متحول شد که کتاب به وجود آمد. زمینه چاپ و نشر کتاب فراهم شد. باید فرهنگ کتابخانه یاد بگیریم. درسته؟ و باید آگاهی دهی بکنیم. و این فرهنگ از کجا ایجاد میشه؟ از خانواده و بعد مکتب، بعد پانتون. در یک جامعه علمی همانند دانشگاه، کتابخانه به عنوان قلب آن جامعه عمل میکند و برای گرفتن نتیجه بهتر باید توجه بیشتر به کتابخانه ها صورت بگیرد. هادی نوری، دانشگاه کابل.